به خبر نیمروزی خوش آمدید. پیگیری تحکیم روابط ایران و روسیه در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در ترکمنستان. تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اقدام مشترک کشورها برای توقف حملات رژیم صهیونیستی. عمق بحران غزه و قساوت به کار رفته در این جنگ نابرابر و ادامه حملات وحشیانه به شهرهای لبنان خارج از توصیف است. رئیس مجلس در دوشنبه تاجیکستان: رژیم صهیونیستی با حملات هوایی و ترور نمیتواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند. حملات جبهه مقاومت علیه اهداف و مواضع رژیم صهیونیستی از یمن و لبنان تا عراق و فلسطین. ترور وفیق صفا از مسئولان حزب الله دومین بار شکست خورد. در حمله رژیم صهیونی به پایتخت لبنان 22 غیر نظامی شهید شدند. حمله پلیس آمریکا به راهپیمایی حمایت از فلسطین و ضرب و شتم شدید حامیان غزه. در تگزاس و بوستون صدها نفر با برپای تظاهرات توقف حمایت کاخ سفید از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. و اصفهان و شیراز میزبان دو رویداد فرهنگی: اختتامیه جشنواره فیلم کودک در نصف جهان، یادروزی برای حافظ در شهر راز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما بینندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند. در محضر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 14 رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضورتون میکنیم. پیگیری ویژه گسترش روابط دوجانبه با ترکمنستان و روسیه در سفر رئیس جمهور به ترکمنستان. آقای پزشکیان که برای شرکت در آیین بین المللی بزرگداشت مختوم قلی فراغی شاعر ایرانی ترکمنی به اشقاباد رفته است، با رؤسای جمهور دو کشور همسایه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در اجلاس ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه بر تلاش جوامع بین المللی برای توقف حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان تاکید کرد. استقبال رئیس جمهور ترکمنستان از رئیس جمهور کشور اینجا در اشقاباد، محل برگزاری همایش بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه. اجلاسی که به مناسبت 300مین سالگرد تولد مختوم قلی فراغی شاعر مشهور ایرانی ترکمنی برگزار شد. در این همایش رئیس جمهور به عنوان اولین سخنران از روابط نزدیک و دیرینه ایران و ترکمنستان گفت. روابط و دوستی دو ملت بزرگ ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی همواره روابطی دوستانه، برادرانه، سازنده و مبتنی بر منافع متقابل بوده و از روندی رو به رشد و متوازن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. آقای پزشکیان اشعار مختوم قلی فراغی شاعر ایرانی ترکمنی را گنجینه‌ای از سجایای اخلاقی دانست. کسی که در طول حیات پرثمر خویش تأثیر شایسته و مهمی را در رشد مفاهیم ارزشمند انسانی بر جای گذاشته و جاذبه هنر و اشعار زیبایش گلستان ادبیات ما را معطر ساخته است. رئیس جمهور گفتمان وفاق را نیاز جامعه بین المللی برشمرد و به موضوع فلسطین و ظلم و بی‌عدالتی در غزه اشاره کرد. صحبت از صلح و تعمیق برادری و پیریزی گفتمان وفاق نیاز امروز جامعه بین المللی است. اما در این گذر هنوز هم بسیاری از مؤلفه‌های یک جانب گرایی همزیستی جامعه انسانی را با اخلال مواجه کرده است. مصداق روشن آن را امروز در فلسطین و در نادیده انگاشتن حقوق ملتی می‌بینیم که دارای تاریخ، فرهنگ و عناصر هویتی مشخص و مختص به خود هستند. وقتی صحبت از ظلم و بی‌عدالتی می‌شود،
تصویر رنج مردم بی‌پناه غزه در ذهن ما نقش می‌بندند. همچنین قبل از شروع همایش مراسم اهدای گل در محل مجسمه مخدوم قلی فراغی با حضور هیئت عالی رتبه ایرانی برگزار شد. در حاشیه این اجلاس آقای پزشکیان با رهبر ملی ترکمنستان ملاقات کرد. دیدار و رایزنی با رئیس جمهور روسیه هم انجام شد. آقای پوتین در این دیدار خواهان توسعه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران شد. همکاری‌های دو کشور برای ما یک اولویت است و خیلی خوب توسعه می‌یابد. رئیس جمهور هم با ابراز امیدواری بر امضای سند راهبردی ایران و روسیه بر تقویت روابط بین دو کشور تاکید کرد. حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون سند راهبردی رو هم امضا کنیم. دیدار و رایزنی با سران چند کشور دیگر از برنامه‌های امروز رئیس جمهور خواهد بود. فرزانه آذرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ترکمنستان. بله، همونطور که دیدید رؤسای جمهور ایران و روسیه در ترکمنستان دیدار کردند. با خبرنگار اعزامی صدا و سیما به اشخاباد میخوام که گفتگو بکنم. خانم آذرفام، خدمت شما سلام عرض میکنم. درباره جزئیات دیدار آقای پزشکیان و ولادیمیر پوتین و دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان بیشتر به ما بگید. همکار گرامی، سلام به شما و بینندگان شبکه خبر. روزتون بخیر باشه. همونطور که در اخبار اطلاع رسانی شد، جناب آقای رئیس جمهور شب گذشته وارد اشخاباد شدند. امروز به صورت فشرده کارهای ایشون شروع شد. ابتدا مراسم استقبال از ایشون رو داشتیم. رئیس جمهور ترکمنستان در مراسمی از آقای پزشکیان استقبال کردن، خوش آمدگویی گفتن. بعد رئیس جمهور همراه با دیگر سران در اجلاس ارتباط متقابل زمانها و تمدن‌ها مبنای صلح و توسعه شرکت کردند. این همایش به مناسبت سالگرد 300مین تولد مخدوم قلی فراغی، شاعر مشهور ایرانی ترکمنی، برگزار میشد. آقای رئیس جمهور 5 دقیقه در این اجلاس صحبت کردند. از روابط دیرینه ایران و ترکمنستان گفتند، بر وفاق و همدلی میان ملت ها تاکید کردند و به موضوع غزه و فلسطین هم اشاره ای داشتند. بعد هم بلافاصله بعد از همایش دیدارهای چهره به چهره ایشون آغاز شد. ابتدا دیداری با رهبر ملی ترکمنستان داشتند. بعد از دیدار با رهبر ملی ترکمنستان با رئیس جمهور روسیه دیدار کردند. ابتدا جلسه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. آقای پوتین همکاری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی ایران رو اولویت دونستن. از جناب آقای رئیس جمهور دعوت کردند که در اجلاس بریکس شرکت کنند. گفتن اونجا ارتباط دو جانبه، گفتگوی دو جانبه خواهند داشت. رئیس جمهور هم به طور متقابل بر تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با روسیه تاکید کردند و گفتند که حتما در اجلاس بریکس شرکت می‌کنند و ابراز امیدواری کردند که سند راهبردی ایران و روسیه هر چه سریعتر به امضا برسه. الان که با شما صحبت میکنم، همکنون جناب آقای رئیس جمهور در جلسه با رئیس جمهور ترکمنستان هستند. قرار هست با رؤسای دیگر کشورها هم ملاقات و رایزنی داشته باشند، از جمله کشور ازبکستان. بله، خیلی ممنونم، متشکرم از گزارش شما خانم آذرفام، خبرنگار اعزامی صدا و سیما به اشخاباد ترکمنستان. رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت رژیم صهیونیستی با حملات هوایی و ترور نمیتواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند. آقای قالیباف در نشست بین‌المللی 30مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان در دوشنبه همچنین با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان و کشورهای منطقه، امضای پیمان همگرایی میان مجالس کشورهای منطقه را پیشنهاد کرد. 11 رئیس مجلس از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و هند تا کشورهای آسیای میانه و قفقاز. اونها همگی دور این میز اجلاس 30مین سالگرد قانونگذاری در تاجیکستان رو گرامی داشتند و گسترش مناسبات پارلمانی رو میان خود خواستار شدند.
رئیس مجلس کشورمون با قدردانی از تلاش‌های رئیس جمهور و رؤسای مجالس ملی و نمایندگان تاجیکستان در این اجلاس پیشنهادی ابتکاری ارائه کرد. این جانب به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران امضای پیمان همگرایی پارلمانی برای صلح و توسعه پایدار میان پارلمان‌های کشورهای منطقه را پیشنهاد می‌دهم. آقای قالیباف در ادامه رژیم صهیونیستی رو عامل ناامنی و جنگ افروزی در منطقه غرب آسیا و جنایات ضد بشری برشمرد و این جنایات رو در فلسطین و لبنان محکوم کرد. جنایات و اقدامات تروریستی آشکار رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر نشان آشکار ناتوانی این رژیم در مقابله با ملت‌های فلسطین و لبنان است. رژیم صهیونیستی باید بداند با حملات هوایی و عملیات‌های ترور نمی‌تواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند. رئیس مجلس ملی تاجیکستان در این اجلاس از نقش بی‌همتای ایرانیان در تدوین نخستین منشور و قانون حقوق بشر تجلیل کرد و آن را سرمایه بزرگی برای جهانیان دانست. رستم امامعلی افزود در 30 سال گذشته تاجیکستان تلاش کرده با وضع قوانین مناسب در مسیر پیوند ملت‌ها و دوستی کشورهای منطقه گام بردارد. کشور هم زبان، هم فرهنگ و هم تبار و هم دین جایگاه مهمی تو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داره. روابط دو کشور در همه عرصه‌ها بسیار خوب و رو جلو هست. در حاشیه این اجلاس رئیس مجلس و هیئت همراه با اهدای گل در بنای یادبود اسماعیل سامانی به نخستین رهبر تاجیکستان ادای احترام کردند. حمیدرضا گلدوزی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوشنبه، تاجیکستان. بله، همونطور که ملاحظه می‌کنید لحظاتی پیش هواپیمای آقای قالیباف به زمین نشست و آقای قالیباف رئیس مجلس از دوشنبه به تهران بازگشتند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت 2 صهیونیست در حمله موشکی امروز حزب الله به سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. صهیونیست‌ها بر اثر برخورد موشک ضد زره حزب الله به منطقه یرعون در الجلیل اعلی به هلاکت رسیدند. در این حمله چند صهیونیست هم زخمی شدند. حزب الله از صبح امروز 10 فروند موشک به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله کریات شمونه، مرگلیوت، اسب الجلیل، حیفا و پایگاه‌های یفتاح و العباد شلیک کرد. رسانه‌های رژیم اشغالگر گزارش دادند بیش از 20 فروند موشک از لبنان به طرف خلیج حیفا شلیک شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد یک موشک ضد زره به پایگاه نظامی در منطقه ریخس رمیم واقع در منطقه الجلیل اصابت کرد. چند موشک هم به منطقه کریوت نزدیک الخلیل و شهرک زرعیت در الجلیل غربی اصابت کرد. برخورد موشک به منطقه کریات بیالیک هم خسارت‌های زیادی به این منطقه وارد کرد. رژیم اشغالگر هم دیشب 2 ساختمان مسکونی در منطقه النویری بیروت را بمباران کرد که بر اثر آن 22 نفر شهید و 117 تن زخمی شدند. 5 عضو یک خانواده از جمله شهدا هستند. رژیم اشغالگر امروز نیز یکی از برج‌های دیده‌بانی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در منطقه الناقوره هدف قرار داد و تخریب کرد. دیروز نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به مرکز نیروهای یونیفیل یورش بردند و این مرکز را تخریب کردند.
اما به مناطق مختلف لبنان سر می‌زنیم و صحبت خواهیم کرد با خبرنگاران صدا و سیما در لبنان. ابتدا به بیروت بریم و صحبت بکنیم با آقای حسینی بای. آقای حسینی بای، عرض سلام دارم خدمت شما. در خصوص حملات رژیم صهیونی به بیروت، تعداد شهدا و زخمی‌ها و همچنین خسارات این تجاوزگری‌ها بیشتر به ما بگید. سلام. تقریبا ساعت 8:30 شب دیشب بود که جنگنده های رژیم صهیونیستی 2 نقطه در مرکز بیروت رو مورد هدف قرار دادن. اینجا یکی از اون نقاط هست که مشاهده میکنید و ساختمانی که اینجا بوده، این حدود ساختمان بین 8 تا 9 طبقه بوده، کلا با خاک یکسان شده. ببینید وضعیت رو خودتون مشاهده کنید. حالا عنوان شد در لحظات اولیه که این حمله صورت گرفت که در واقع مسئول هماهنگ کننده حزب الله وفیق صفا ترور شده که بعداً تکذیب شد و رژیم صهیونیستی به بهانه ترور این مقام حزب الله، ببینید یک ساختمان مسکونی را چطور تخریب کرده. اوج در واقع این تخریب رو من بیشتر به شما نشون بدم. مناظر اطرافی که به این وضعیت در اومده، خودروهایی که ببینید، این یه بخشی از خودروهایی که اینجور منفجر شده و تعداد شهدا اون چیزی که اعلام کردن 22 شهید هست و 117 نفر هم زخمی شدن. حال برخی از در واقع زخمی ها هم وخیم است. احتمالی که شهدا افزایش پیدا کنه زیاد هست. بیرون توی محوطه اینجام این آثار تخریب بیشتر هست، یعنی خودروهایی که در واقع تخریب شده، منازلی که در واقع منفجر شده زیاد دیده میشه. نکته‌ای که وجود داره نشون میده که رژیم صهیونیستی اگر تا دیروز ظاهر رو مورد هدف قرار میداد، اما الان دیگر مناطق رو داره هدف میده. این 2 تا منطقه‌ای که زده مسکونی بود، 2 تا منطقه مسکونی بود به بهانه‌ای که میخواد یه مقام حزب الله رو ترور کنه که داخل این ساختمان اصلا این مقام حزب الله که اسپوردیم نبوده. یعنی نشون میده که به جنگ با مردم رفته اسرائیل. و یه نکته دیگه هم که عنوان کنم، شاید منطقه ظاهری خالی شده باشه. شاید برخی‌ها فکر کنن که رژیم صهیونیستی فکر کنه که الان شیرازه حزب الله از هم پاشیده، ساختارش پاشیده. نه، چنین چیزی نیست. اون چیزی که ما داریم مشاهده می‌کنیم اینجا البته مرکز بیروت، در خود ظاهر محدوده نیروهای حزب الله حضور دارن، حضور قوی داره. این در اون منطقه است، یعنی نشون میده ساختار حزب الله حفظ شده، به رغمی که زایه داره بمباران میشه، اما حضور بچهای حزب الله، نیروهای حزب الله تو زایه دیده میشه و تو جنوب هم به همین شکل هست. آنچه که نکته بعدی من اینجا مشاهده کردم، البته این رفت یک پیرزنی بود، یک خانومی بود، چند نفری بودن تو خونه هاشون هستن، یعنی تو مناظر اونجا رو نگاه کنید، آقای نعیمی اون نشون میدید، اون شخص رو ببینید، با وجود اینکه اینجا بمباران شده اما توی منازلشون هستن. یه پیرمردی بود داشت خونش تمیز، بهش گفتم شما نمیترسی؟ گفت نه، برای چی بترسیم؟ اینجا آب و خاک ماست و ما در برابر اسرائیل می‌ایستیم. و نقطه ضمیمی میکنم، صدای پهباد جاسوسی رژیم صهیونیستی، ممنونم آقای گفتم نمیشه صداشو میشنوید یا نه، همچنان بر فراز اینجا داره میچرخه. کار شناسایی این نقاط است که موشک باران بشه. متشکرم از شما. همکارم آقای حسینی بای در بیروت. حالا برای اطلاع از تحولات شرق لبنان گفتگو می‌کنم با سجاد مهتری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما. آقای مهتری منتظر هستیم، شما گزارشتون رو بفرمایید. به نام خدا، سلام به شما خانم خلجی و بینندگان این بخش خبری. خب ما در شرق لبنان مستقر هستیم. رژیم از دیشب تا کنون 2 حمله هوایی رو به مناطق کرک و ریاق انجام داد. در پی این حملات 8 نفر به شهادت رسیدند. در منطقه کرک با تلاش نیروهای امدادی 1 کودک و 1 جوان به صورت زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند. خب علاوه بر این مناطق، گذرگاه مرزی لبنان به سوریه، منطقه هرمل رو هم دیشب مورد هدف قرار داد رژیم صهیونی. هدف رژیم صهیونی از اینکه گذرگاه‌های لبنان رو داره هدف قرار میده این هست که
مردم رو محاصره کنه و از پناه بردن به نقاط امن خودداری کنن مردم و امکان جابجایی نداشته باشن. خب شاید سوال بشه که اصلا چرا در کنار ضاحیه بیروت شرق لبنان رو رژیم مورد هدف قرار میده. این رو بگم که شرق لبنان منطقه‌ای هست که حزب الله از اونجا شکل گرفت، نقطه آغاز حزب الله بود و همچنان مردم شرق لبنان به مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان پایبند هستند. به خاطر همین رژیم بر نمیتابه و اینجا را هم مورد هدف قرار میده. خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای مهتری در شرق لبنان. اما دیگر خبرنگار ما در جنوب لبنان نزدیک مرز با سرزمین‌های اشغالی با ماست. آقای دلاوری، شما از جزئیات حملات مقاومت از صبح امروز تا الان به ما بگید. بله سلام. خب غیر از خبرهایی که در مورد اصابت موشک‌های حزب الله به مناطق شهرک‌نشین شمال سرزمین‌های اشغالی اشاره شد، حزب الله لبنان چند پایگاه مهم رو هم مورد هدف قرار داد. ابتدا پایگاه العباد روبروی منطقه حولا در جنوب بیروت مورد 20 فروند اصابت موشک‌های حزب الله قرار گرفت. منطقه بعدی که در واقع میشه گفت 1-2 کیلومتری کریات شمونه هست. کریات شمونه عملاً به عنوان یک منطقه تخلیه شده محسوب میشه، اما رژیم صهیونیستی تلاش داره نیروهای زرهی و پیاده نظام خودش رو به 2 کیلومتر عقب‌تر، یعنی همین منطقه یفتح ببره. حزب الله با هوشمندی همون منطقه رو نیز با 15 موشک مورد هدف قرار داد. منطقه دیگه در حومه حیفا، یک منطقه پایگاه هوایی پدافندی هست که حزب الله حدود از صبح امروز 2 مرتبه فقط اونجا رو مورد هدف قرار داد. پایگاهی که به نظر میرسه در طی روزهای گذشته برای چندمین بار داره مورد اصابت قرار میگیره. اسمش الایزر هست. البته درباره میزان تلفات رژیم صهیونیستی نمیشه اطلاعات دقیقی تا الان کسب کرد. خود رژیم تا الان از هلاکت 3 صهیونیست و زخمی شدن 15 نفر خبر داده، اما اونچه که فضای در سرزمین‌های اشغالی حاکمه به علت سانسور شدید نمیشه اطلاعات دقیق به دست آورد مگر زمان بگذره. به ویژه این که خب همین 1-2 روز گذشته تا الان حتی برخی از خبرنگاران محلی وابسته به رسانه‌های غربی هم در سرزمین‌های اشغالی بازداشت شدن. از سوی دیگه رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه دست کم 170 نفر از عوامل رسانی رو در غزه به شهادت رسونده و در جنوب لبنان 3 نفر دیگر رو به شهادت رسونده، تلاش میکنه با هدف قرار دادن رسانه‌ها مانع از انتشار واقعیات در شمال سرزمین‌های اشغالی بشه. بله خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای دلاوری در جنوب لبنان، آقای مهتری در شرق و همکارم آقای حسینی بای در بیروت. با هر سه بزرگوار خداحافظی میکنم. رژیم صهیونیستی شمال نوار غزه را آماج حملات خود قرار داده. ارتباط ما با نزال علیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شمال نوار غزه برقرار شده. آقای علیان، عرض سلام خدمت شما. از آخرین تحولات به ما بگید و اینکه حملات سنگین به مردم در شمال غزه و تهدید برای خالی کردن بیمارستان‌ها با چه بهانه‌ای انجام میشه؟ با سلام به شما. تا این لحظه باید بگویم که اوضاع خیلی دشوار است در نوار غزه. در این لحظان بیمارستان کمال عدوان در نوار غزه شاهد حملات وحشیانه از سوی رژیم صهیونیستی بوده است. بارها این بیمارستان و بیمارستان‌های دیگه هدف حملات وحشیانه اسرائیل قرار گرفته است. این بیمارستان در واقع به گونه‌ای است که رئیس بیمارستان دستور داد که بیمارستان تخلیه شود. این نه به درخواست اسرائیل، بلکه بیمارستان به علت نبود و فقدان امکانیات و مستلزمات اولیه و اساسی پزشکی تخلیه می شود. این امر برای نجات جان بیماران و مجروحان
صورت میگیرد. امکانات در واقع درباره این بیمارستان به هیچ عنوان وجود ندارد و امکان رسیدگی به حال مجروحان میسر نیست، به ویژه که در سایه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی هستیم. بنابراین شرایط در شمال نوار غزه بسیار بسیار دشوار است. خیلی ممنون، متشکریم از آقای علیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در غزه و با شما خداحافظی می‌کنیم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از 2 عملیات موشکی و پهپادی در دریای سرخ و اقیانوس هند خبر داد. یحیی سریع گفت نیروهای مسلح یمن با 11 موشک بالستیک و 2 پهپاد نفتکش آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله به یک کشتی در اقیانوس هند با موشک بالدار خبر داد. مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به هدفی حیاتی در بندر ام الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. یا مذل الکافرین لبیک آثار الله یا مذل الکافرین لبیک آثار الله. مقاومت عراق پیش از این عملیات از حمله پهپادی به یک هدف در جولان اشغالی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده برای ادامه حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی حمله‌ها را علیه مواضع اشغالگران تشدید کرده است. مقامات امروز صهیونیست در رویای دیروز نیل تا فرات بازنشر اظهارات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره لزوم تصرف بخش اعظم غرب آسیا در رسانه‌ها بازتاب داشته است. شبکه تلویزیونی آرته فرانسه اخیراً مستندی پخش کرده که در آن وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته اردن، مصر، لبنان، سوریه، عراق و عربستان باید به اشغال اسرائیل درآید. این شبکه با انتشار مستندی قدیمی از اسموتریچ که در حال حاضر وزیر دارایی رژیم صهیونیستی است، دیدگاه‌های این وزیر صهیونیست را توضیح داده و در نهایت اینطور تحلیل کرده که این دیدگاه در محافل عمومی اسرائیل مورد پذیرش قرار دارد. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در این مستند میگوید از نظر بزرگان ما کم کم اندازه قدس به دمشق کشیده می شود و قدس تا دمشق می رسد. اسمورتیچ همچنین گفته من به صراحت میگویم که ما خواهان کشوری هستیم که شامل اردن، عربستان سعودی، مصر، عراق، سوریه و لبنان است. اجلاس گروه 20 به میزبانی هند برپا بود شهریور سال گذشته. میان همین نشست و برخاست‌ها و احوالپرسی‌ها یک قرارداد چند جانبه امضا شد که رئیس جمهور آمریکا گفت بازی را در منطقه عوض می‌کند. 18 روز بعد مجمع عمومی سازمان ملل نخست وزیر رژیم صهیونیستی رفت پشت تریبون و نقشه ایران مقابل دوربین‌ها گرفت و با ماژیک قرمزش خطی کشید که هند را به امارات، عربستان، اردن، سرزمین‌های اشغالی و دست آخر یونان متصل می‌کرد. شرح آن قرارداد امضا شده در اجلاس گروه 20 همین بود. یک دالان اقتصادی که نتانیاهو گفت چهره غرب آسیا را تغییر می‌دهد. مسیر تجاری هند، خاورمیانه، اروپا موسوم به آیمک یک مسیر چند وجهی بود، شامل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی که قراردادش میان هند، آمریکا، امارات، عربستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا امضا شد. آمریکا یکی از سرمایه‌گذاران و پیشبرنده‌های اصلی این قرارداد است. برای آمریکا و اتحادیه اروپا، آیمک فرصتی برای مقابله و مهار پکن در خاورمیانه است. چین به ویژه از نظر اقتصادی به یک بازیگر مهم در منطقه تبدیل شده، چون ابتکار یک کمربند و یک جاده برای قدرت‌های منطقه جذابیت قابل توجهی پیدا کرده است. چین که چند سالی است بر سر جایگاه بزرگترین قدرت اقتصادی جهان با آمریکا رقابت جدی دارد، باید از محوریت تبادل‌های اقتصادی آسیا با اروپا و قاره‌های دیگر حذف شود. تغییر بازی که آمریکا میگفت همین بود. حامی و طرف دیگر این قرارداد قدرت‌های اروپایی بودند. اروپایی که بعد از تنش با روسیه باید جای پای محکم‌تری در این منطقه پیدا می‌کرد.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وقت تشریح این قرارداد برای اعضا میگوید فکر می‌کنم مهمترین قرارداد اقتصادی در عصر و نسل ماست. I think the most ambitious project of our generation. و البته رژیم صهیونیستی. پایه نظم نوینی که نتانیاهو وعده‌اش را میداد اجرای همین قرارداد بود. آیمک. قراردادی که اینجا بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نقش کلیدی در آن داشت و صهیونیست‌ها را مرکز و محور ارتباط غرب آسیا با دنیا می‌کرد. سیاست آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن. از امضای رسمی آن قرارداد کمتر از 1 ماه می‌گذشت که طوفان مقاومت در سرزمین‌های اشغالی به پا شد. وجهی از شکست ترمیم ناپذیر صهیونیست‌ها در این عملیات بر زمین ماندن آیمک بود. طرحی که کارشناسان بین الملل میگویند شرط اول اجرایش ثبات و امنیت در منطقه است. رفتار سفاکانه و بی‌محابای رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. یقیناً این رؤیای صهیونی آمریکایی خیالی باطل و ناشدنی است. و این اوضاع بندر حیفا در روزهای گذشته است. در همین چند روز گذشته نشانه های نظم نوین غرب آسیا. مقاومت دارد بازی را در منطقه عوض می کند. هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه و بلکه به کل انسانیت است. خطیب جمعه تهران با گرامیداشت سالگرد عملیات طوفان الاقصی گفت این عملیات توهم شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی را در هم شکست و جنبه حیثیتی، نظامی و امنیتی آنان را زیر سوال برد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی عملیات موشکی وعده صادق 2 را نیز عملیاتی با فناوری بالا عنوان کرد. کاری بود که در تاریخ موندگار خواهد بود. یک امر استثنایی بود. 200 موشک از ایران مقاوم در یک مرحله به سوی اهداف تعیین شده برود و با وجود اون همه تجهیزات پدافندی که امریکا و کشورهای غربی و بعض کشورهای منطقه در اختیار این بنیان سست عنکبوتی گذاشتن، 170 موشک به هدف پیش بینی شده اصابت کرد و مایه فلج شدن و ذلت غیر قابل جبران اسرائیلی ها شد. راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی امروز پس از اقامه نماز جمعه در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار شد. شرکت کنندگان با محکوم کردن جنایت‌ها و نسل‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند. جمعه نصر همچنان موضوع صحبت کاربران شبکه‌های اجتماعی است. بیش از 1 میلیون کاربر صحبت‌های رهبر انقلاب را در یکی از صفحه‌های مجازی شبکه الجزیره دیده‌اند و نظرهایشان را نوشتند. می شود 1 هفته که جمعه نصر و خطیب جمعهش در مرکز توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفتند. این یکی از همان محافل رسانه‌ای است. کانال مجازی شبکه الجزیره فیلم صحبت‌های رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران نسبت به محتوای قبل و بعد خودش بازدیدش چند صد هزار تا بیشتر است. بیش از 1 میلیون بازدید. کاربران از کشورهای مختلفی تا همین چند ساعت پیش پای این فیلم نظراتشان را منتشر کردند. خداوند ایشان را حفظ و کمکش کند، رهبر بشریت را. من یک مسیحی ارتدوکس از شمال اروپا هستم و آنچه سید علی خامنه‌ای گفت احساس خیلی خوبی به من داد. او انسان خردمندی است. یکی از جمعیتی که در مصلی تهران دیده بود نوشت: آیا رهبر هر کشوری میتواند چنین حمایت و همبستگی را نشان دهد؟
توجه خیلی ها را صحبت‌های رهبر انقلاب درباره ضرورت وحدت در برابر تفرقه افکنی صهیونیست‌ها و حامیان غربیشان جلب کرد. این سیاست تفرقه افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند. دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است. یک دشمن، یک امت. نگذارید دشمن ما را از هم جدا کند. ما به خدا و آخرین رسولش ایمان داریم. من از داشتن خواهر و برادران مسلمان ایرانی بسیار خوشحالم. رهبری در ادامه گفتند سیاست‌های دشمن برای ضربه زدن به کشورهای اسلامی متنوع است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند، این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست. من مسلمان هندی هستم. حق با شماست علی خامنه‌ای. این یکی از الهام بخشترین سخنرانی‌های تاریخ است. ای کاش شاهان و شاهزادگان عرب هم میتوانستند مانند این رهبر شجاع بایستند، اما آنها از غرب میترسند. یک نفر هم پای فیلم خطبه‌های رهبر انقلاب در جمعه نصر نوشته بود صرف نظر از شیعه و سنی بودن ما یک امتیم. محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما. چند خبر دیگر از کشورمان. پیکر پدر شهیدان محمد و علیرضا پورمحمدی در قم تشییع و به خاک سپرده شد. حاج حبیب پورمحمدی از مبارزان دوران انقلاب بود و ضبط سخنرانی تاریخی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم در سال 42 در کارنامه پر افتخار ایشان است. سال 1330 از رفسنجان آمدن قم و از زمان نهضت نواب مرحوم شهید نواب همراهی کردند تا پس از اون دیگه تا نهضت امام خمینی در 15 خرداد. همطوری که شنیدم شده که ایشون یک ضبط صوت بزرگ ریلی قدیمی داشتن. اون موقع رسم نبوده ضبط بکنن. سخنرانی حضرت امام رو 13 خرداد 1042 که همون سخنرانی معروف امامی که منجر شد به 15 خرداد اون ایشون ضبط میکنه. کلا آدم خوش اخلاق و نیکوکار، اول به تمام خانواده و هر کی ضعیف بود بدون اینکه مطالبه کنه به همه کمک میداد. بنادر و دریانوردی هرمزگان از تعمیر اساسی و زیرآبی 10 فروند انواع شناور در 6 ماهه نخست امسال خبر داد که مانع خروج ارز از کشور شد. در این مدت 4 یدک‌کش، 2 شناور جستجو و نجات، 1 شناور طنابگیر، 2 شناور راهنما و 1 لایروب تعمیر اساسی شدند. رتبه نخست میانگین تولید برای دانه‌های روغنی کلزا در کشور به ایلام رسید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت در سال زراعی گذشته میانگین برداشت در هر هکتار برای کشور کمتر از 2 تن بود، اما این عدد برای استان ایلام 2.5 تن بود. چهار نفر در ارتباط با تولید و توزیع مشروبات الکلی در استان گیلان بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت در این پرونده 11 نفر فوت کردند. پیشتر 13 نفر در همدان و 5 نفر در مازندران بازداشت شده بودند. در استان‌های همدان و مازندران هم 31 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی فوت کردند. اهدای خون تهرانی‌ها کاهش یافته. مدیر کل انتقال خون استان تهران با هشدار به استمرار کاهش اهدای خون در استان از مردم خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های اهدای خون مراجعه کنند. سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان با معرفی برگزیدگان در اصفهان به ایستگاه پایانی رسید. در جشنواره امسال نصاب تماشای فیلم با حضور بیش از 24,000 مخاطب کودک و نوجوان شکسته شد.
پروانه‌های زرینی که بر دستان بهترین‌های جشنواره 36م آرام گرفت. 496 اثر در جشنواره ثبت نام کرده بودند که 45 تای اون در 3 بخش کوتاه، بلند و پویانمایی با داوری 1600 نفر کودک و نوجوان به مرحله نهایی رسید. چه معیارهایی رو برای انتخاب فیلم خوب در نظر گرفتی؟ کیفیت گرافیکیش خوب باشه، بازیگرا صداگذاریش خوب باشه، در کنار اساتیدی که سالهاست کار در حوزه کودک رو در کارنامه دارن. عمرمو برای بچه‌ها گذاشتم. به جایی برسیم که 50% از آن کودک و نوجوان باشه. رئیس سازمان سینمایی کشور از رشد جشنواره گفت. تقریباً 30 میلیون دلار اقتصاد این 3 ساله حوزه پویانمایی کشور بود. اما قرائت بیانیه و اهدای پروانه‌های زرین نقطه اوج این جشنواره بود. جایی که رایان سرلک برای فیلم تابستان همان سال، امیرحسین بیات برای فیلم باغ کیانوش، ماهتیسا پسندیده برای فیلم بامبولک و هیلدا کردبرچه برقی فیلم دختر برقی انتخاب شده. این فیلم بامبولک، نقش عطا در فیلم تابستان همان سال کار آقای محمود کلاری. کوچکترین شهید ایران، نوجوانترین شهید ایران، شهید ظفر خالدی بود. پروانه زرین بهترین فیلم محمد جواد موحد برای تهیه کنندگی فیلم باغ کیانوش و بهترین کارگردانی برای فیلم بامبولک به آرش معیریان اهدا شد. تقریبا میشه گفت 5مین فیلم منه در حوزه سینمای کودک. جایزه صلح هم به نام شهید بهنام محمدی به فیلم آندو رسید. راجب زندگی نامه شهید ظفر خالدی و برادرش خدارم. در بخش بین‌الملل جایزه سیفج به فیلم دوست وحشی من از کشور روسیه و بهترین بازیگر نوجوان نفس بازقی برای فیلم برهوت تعلق گرفت. و جایزه ویژه هیئت داوران اهدا می شود به جناب آقای محمود کلاری برای کارگردانی فیلم تابستان همان سال. آقای اوجی فکر کنم شما باید به نمایندگی تشریف بیارین برای دریافت جایزه تهیه کننده کار جناب آقای علی نصیریان. در این مراسم از هنرمندان سرشناس کشور استاد علی نصیریان، محمد رضا علیقلی و رضا بابک هم قدردانی شد. بیش از 24000 کودک و نوجوان در 65 نوبت فیلم‌های جشنواره 36م رو تماشا کردند. محمد حسین مهپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. یادروز حافظ در حافظیه شیراز. ادب دوستان و شعر پژوهان همزمان با روز بزرگداشت حافظ در آرامگاه غزلسرای قرن 8 هجری قمری گرد هم آمدند تا از رمز ماندگاری او و آثارش بگویند. جمع عاشقان جمع در شبی که به نام حافظ نام گرفته. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. اینجا شیراز، آرامگاه غزلسرای نامی. مردم شیراز افتخار اینو دارن که دو شاعر بزرگ و جهانی یعنی حافظ و سعدی رو توی دل خودشون دارن. 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازیه و این گرد همایی برای پاسداشت این روز بزرگه. میلاد گل، میلاد شعر آتشین است. آقای ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور این رو گفت که حافظ شاعر زندگیه. چرا من در 40 سال پیش 50 سال پیش با حافظ، با اینکه در متن اجتماعی و متن گفتمانی 50 سال 40 سال پیش اگر حافظ رو میخوندم احساس قرابت میکردم و چرا امروز حتی نسل زد من هم حافظ میخونه احساس نزدیکی و قرابت میکنه. و آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بدون حافظ تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران زمین ابتر خواهد بود. در دنیای امروز عناصر مادی سرمایه فربه شدند، ولی باید برای دمیدن روح در این جامعه به حافظ متوسل شویم. در حاشیه این برنامه از هویت بصری حافظیه هم رونمایی شد. دیوان حافظ این غزلسرای نامی به وسعت یک دنیا گسترده شده و تا به امروز به 40 زبان ترجمه و در اختیار حافظ دوستان و حافظ پژوهان قرار گرفته. محمد حسن خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. رونمایی از کتاب گوهر مقصود با حضور جمعی از هنرمندان. این کتاب شامل منتخبی از مجموعه آثار خوشنویسی استاد حبیب رمضانپور است که در فرهنگسرای هنر منتشر شده. کتاب گوهر مقصود. گوهر مقصود، کتابی که نامش را از یک بیت شعر حافظ برگرفته. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله براید.
منتخبی از مجموعه آثار خوشنویسی استاد حبیب رمضانپور. این تجمیع میان محتوا و فرم به نظر میرسد که در این کار کاملا ارزشمنده. مجموعه‌ای حاصل تلاش 20 ساله این خوشنویس جوان. خطوطی که تو این کتاب آورده شده شامل سطر نویسی هست، شامل سیامش نویسی هست، چلیپا نویسی هست، دفتری نویسی هست. یکی از ویژگی‌های کتاب گوهر مقصود این است که از آثار گذشتگان الهام گرفته. ما در دوره معاصر کسانی رو داریم که به خط قدما تکیه کردند و از پس عهده این مهم برآمدن. یکی از اونها استاد رمضانپور هستند. علاوه بر این که از کارهای سنت گذشتگان استفاده کرده، نوعی خلاقیت و نوآوری هم در آثارش نهفته است. از مجموعه آثار منتشر شده در این کتاب نمایشگاهی در فرهنگستان هنر برگزار شده که تا 2 هفته آینده برپاست. کتاب گوهر مقصود مرجعی است برای علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما. در جلسه اضطراری شورای امنیت درباره اوضاع لبنان، بیشتر اعضا توقف حمله‌های رژیم صهیونیستی را به غیر نظامیان و زیرساخت‌های این کشور خواستار شدند. نماینده ایران هم بر حمایت قاطع از لبنان و پاسخ قاطع به هر گونه تجاوز به امنیت و منافع ایران تاکید کرد. هشدار ایران در جلسه اضطراری شورای امنیت: قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر هر گونه تجاوز به منافع حیاتی و امنیت ایران دفاع می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ یا تشدید تنش در منطقه نیست، اما قطعاً از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده خواهد کرد و شورای امنیت را از پاسخ قانونی خود مطلع خواهد کرد. ایران قاطعانه در کنار لبنان ایستاده و متعهد به حمایت از دولت، مردم و مقاومت لبنان است. در این جلسه شورای امنیت که برای بررسی اوضاع لبنان برگزار شد، اکثریت حاضران توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی را در لبنان خواستار شدند. اسرائیل همیشه تشدید تنش را به جای دیپلماسی انتخاب می کند. شورای امنیت هم فلج شده و این تقصیر آمریکاست. واشنگتن همچنان از هر گونه تلاش اعضای شورا برای دستیابی به آتشبس جلوگیری می کند. تشدید بی سابقه خشونت در غزه باعث گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه شده است. قصد اسرائیل برای تبدیل لبنان به غزه بعدی به شدت نگران کننده است. هرگز نباید چنین اجازه‌ای به اسرائیل داده شود. اسرائیل باید از نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دست بردارد و به رفتارهای ماجراجویانه خود که میتواند منطقه را به فاجعه جدیدی بکشاند پایان دهد. ما از کشوری خاص هم میخواهیم که به حفاظت و همدستی منفعلانه اش با اسرائیل پایان دهد و برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر وارد عمل شود. ما از اسرائیل می‌خواهیم که بمباران لبنان را متوقف و نیروهای نظامی زمینی خود را خارج کند. باید از نیروهای سازمان ملل از جمله نیروهای شجاع حافظ صلح در امتداد خط آبی در لبنان محافظت شود. ناتوانی جمعی ما برای توقف خشونت و جلوگیری از خونریزی رقتبار است. سخنگوی یونیفیل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز جنوبی لبنان اعلام کرد بعد از هشدارهایی که به ارتش رژیم صهیونیستی درباره نزدیک شدن بیش از حدشان به محل استقرار این نیروها داده شد، بارها هدف حملات و تیراندازی مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. قبل از این جلسه شورای امنیت هم نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرد که باید نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در داخل خاک لبنان 5 کیلومتر عقب‌تر بروند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان را مصداق کامل جنایت جنگی توصیف و به شدت محکوم کرد. آقای بقایی حملات مکرر رژیم اشغالگر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و امدادی در غزه، لبنان و سوریه را نشانه روشنی از طغیان این رژیم علیه همه قواعد و هنجارهای بین المللی دانست و خواستار واکنش صریح نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ و محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی شد.
وی با اشاره به ضرورت بسیج جامعه جهانی برای کمک به صدها هزار لبنانی که در 2 هفته اخیر به علت تشدید حملات رژیم صهیونیستی آواره شده‌اند، بر مسئولیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی به ویژه کمیساریای عالی پناهندگان و صلیب سرخ برای کمک رسانی فوری به آوارگان تاکید کرد. رژیم صهیونیستی از نگرانی درباره درز اطلاعات عملیات وعده صادق 2 5 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد. یک روزنامه‌نگار آمریکایی که درباره محل اصابت موشک‌های ایران در پایگاه هوایی نواتیم گزارش تهیه کرده بود، از جمله بازداشتی هاست. پایگاه خبری واینت گزارش داد پلیس رژیم صهیونیستی این افراد را به اتهام کمک به دشمن در زمان جنگ و ارائه اطلاعات بازداشت کرده است. یک روزنامه‌نگار روس هم پیشتر اعلام کرده بود نیروهای ارتش اسرائیل او را ربوده و کتک زده اند و همراه 4 روزنامه‌نگار دیگر به پایگاهی نظامی منتقل کردند. این خبرنگار همچنین گفت 2 نفر از ما به مدت 11 ساعت بدون هیچ اتهامی در بازداشت بودند. تلفن ما ضبط شد و یکی از ما هنوز در بازداشت است. ادامه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی بار دیگر معترضان را در بسیاری از شهرهای این کشور به خیابان‌ها کشاند. صدها نفر از دانشجویان مخالف رژیم صهیونیستی در تگزاس در اعتراض به همدستی دولت آمریکا در نسل‌کشی اسرائیل در غزه کلاس‌های درس را ترک و تجمع برپا کردند. پلیس آمریکا ضمن ضرب و شتم معترضان شماری را دستگیر کرد. معترضان در بوستون هم فریاد می‌زدند صهیونیست‌ها باید از آمریکا اخراج شوند. تلاش علمی برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از فرونشست زمین در ساختمان‌ها. متخصصان یک واحد فناور موفق شدند با تجزیه و تحلیل هوشمند نوع خاک در عملیات‌های ساختمانی احتمال فرونشست زمین را پیش بینی کنند و راهکار مناسب با آن را ارائه دهند. فرونشست زمین از جمله پدیده‌هایی است که بر اثر آن سازه‌ها و زیرساخت‌های سطحی به درون زمین کشیده می‌شود و به طور جدی آسیب می‌بیند. همونطور که می‌بینید مغازه‌ها در ابتدا هم سطح خیابون بودن، ولی الان مشاهده می‌کنید که حداقل 30-40 سانت نشست پیدا کردن. خروج رطوبت از درون توده خاک یا تنش‌های سازه‌های روی سطح زمین از جمله عواملی است که موجب کاهش تراکم خاک می‌شود. موارد زیادی داشتیم مبنی بر اینکه ساختمان جدیدی که ساخته میشه با توجه به تعداد طبقه و بزرگی پی باعث میشه ساختمان‌های مجاور تحت تاثیر قرار بگیرن و ترک یا تخریب بشن. حالا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ساخت دستگاهی فناورانه راهکار جدیدی برای جلوگیری و کاهش این خسارت‌های ساختمانی ارائه کردند. یه دستگاهی رو بسازیم و که بیان این پیهای این فونداسیون‌ها رو مدل بکنن در خاک‌های مختلف، بارهای مختلف و پیهای مختلف و با بارگذاری‌های مختلف. در ساخت دستگاه از فناوری‌های روز مثل پردازش تصویر استفاده شده است. این دستگاه مدل میکنه اون خاکی که ما میخوایم مثلا یک مجتمع مسکونی در یک جایی بسازیم یا یک ساختمان 10 طبقه یا 20 طبقه بسازیم که تأثیر این ساختمان در زمان ساخت و بعد از ساخت روی ساختمان بغلش به چه شکله. با استفاده از این دستگاه راهکاری برای جلوگیری از خسارت‌های ساختمانی در دیوارهای همجوار هم ارائه شد. پیهای عمیق و نیمه عمیق و دیوار جدا کننده که باعث بشه اون حباب‌های تنش زیر فونداسیون ها با هم تلاقی نداشته باشن. این باعث میشه که اون تنش هایی که ساختمان جدید داخلش ایجاد میشه، بار ساختمان جدید و اون گسستگی‌هایی که تو پی ایجاد میشه به ساختمان کناری انتقال پیدا نکنه. حکم جدا کننده رو برامون داره. با توجه به تنوع جغرافیایی و وجود انواع مختلف خاک در کشور، این راهکار فناورانه در مناطق قابل ارزیابی است.
نوع خاک‌هایی که در نظر گرفتیم خاک‌هایی هستند که تأثیر ساختمان‌سازی همجوارسازی توش زیادتره. اومدیم طبقه به طبقه بارگذاری کردیم و تأثیرش رو تو ساختمان مجاور دیدیم. محبوب دلانگیز، خبرگزاری صدا و سیما. جلسه دولت و مجلس برای پرداخت مطالبات گندمکاران. بر اساس اعلام رئیس مجلس قرار شده باقی مانده طلب گندمکاران با مجوز مجلس تا پایان مهر پرداخت شود. دسترنج و بدهی دولت به زحمتکشان گندمکار که من جا داره اولا از همه‌شون عذرخواهی کنم. این واکنش دولت 14 در اولین روزهای سپردن سکان وزارت جهاد کشاورزی به وزیر جدید. حدود بالای فکر کنم 80-85% بدهی دولت به این عزیزان تامین شد. گندمکارای ما مشکل داشتن، یعنی از این ور پوله نبود، از اون ور شکافه وجود داشت که خب الحمدلله داره حل میشه. اما هنوز 20 تن گندم دادن به شرکت تاوانی همین روستا که متاسفانه از این 20 تن حدود 26% از پول گندم فعلا دولت واریز کرده. مشکلی که با ورود به فصل زراعی جدید به کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس هم کشیده شد. بحث مربوط به گندم به هر حال زحمت کشیدین، الان حدود 42 همت دیگه از این پول باقی مونده، اعتبارش مشخص شده، حتما پیگیری میکنم که این کار انجام شه. دولت هم به دنبال دریافت مجوز برای پرداخت باقی مانده مطالبات است. در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد و به سازمان برنامه بودجه قرار مجوزی بدن که به فوریت بتونیم مطالبات گندمکاران به خصوص اونایی که تو مناطق سردسیرن تا الان دریافت نکردن مطالبات اونا هم وصول بشه. درسته که علت دستاندازهای قانونی و مجوز هاست. ما امسال میزان خریدمون به نزدیک 220,000 میلیارد تومان، یعنی بالای 12 میلیون تن گندم خریدیم. اما مطلبی که هست، آن چیزی که ما قدرت برای تخصیص داریم بر اساس ردیف‌های بودجه است. اما کشاورزان نباید با تولید بیشتر تنبیه شوند. Bizdə istirik məsələn verəcəklik, kummayın pulu verək, bəzilərə خودشی میآید. حالا با جلسه مجلس و دولت راهی برای پرداخت باقی مانده مطالبات تعیین شده. جلسه بود در خدمت جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، سازمان برنامه و دوستانم از کمیسیون بودجه و اقتصاد اینها این بودیم. اونجا بعد شد، توافق شد و امروز هم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی هماهنگیش انجام میشه. انشالله او بحث گندم اونجا تصمیم گیری شد و انشالله پرداختاش شروع میشه. اما این امکان با برنامه ریزی وجود داره که سال آینده باز هم پیگیر وصول مطالبات کشاورزان نباشیم. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال کشورمون در هفته سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 با ازبکستان به تساوی بدون گل دست یافت. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ایران از دقیقه 57 با اخراج هردانی 10 نفره شد و داور هم دقایق پایانی پنالتی به سود ایران رو رد کرد. تیم‌های ازبکستان و ایران با 7 امتیاز به ترتیب اول و دوم گروه 1 هستند. خیلی بازی تاکتیکی بود و درگیر شونده بود و میگم در نهایت بازی خوبی بود. به هر حال داورا با وار هم شاید اشتباه بکنن، هرچند اعتقاد ماست، حالا شاید بازم ما هم اشتباه کرده باشیم، ولی صحنه ها رو که دیدیم میتونست 2 تا پنالتی یه دونه هم نباشه، ولی بازم از تیم داوری تشکر میکنم. الان ما حدود 4 تا بازی که پشت سر هم کلین شیت کردیم، یعنی 2 تاش هم جلوی ازبکستان بوده. این نشون میده اون موقع که ما از ساختار دفاعیمون تعریف میکردیم درست بود، منتها اون موقع اشتباهات فردی و بدشانسی بود که ما گل میخوردیم. الان خدا رو شکر ساختار دفاعی ما وظایفشون رو دارن به نحو احسن انجام میدن و از تک تک بچه‌هامون هم تو ساختار دفاعی تشکر میکنم. در ادامه مروری هم بر چند خبر دیگر. تیم دراگون بوت سکان تهران در مسابقات قهرمانی آسیایی هنگ کنگ مسافت 2000 متر رو در 10 دقیقه و 37 ثانیه و 120 هزارم ثانیه پیمود و پس از چین بر سکوی دوم ایستاد.
در ادامه مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا در ازبکستان نیز تیم روینگ 2 نفره زارعی و مجلل در مرحله تعیین خط سنگین وزن بانوان سوم شد و به دیدار پایانی راه یافت. امیرحسین محمودپور هم در تک نفری سبک وزن راهی دیدار نهایی شد. مسابقات پایانی یک شنبه برگزار میشه. ایوزی نماینده منهای 90 کیلوگرم گراپلینگ بانوان در مسابقات جهانی قزاقستان در 2 رشته با شکست حریفانی از روسیه به 2 نشان نقره دست یافت. و تیم کشتی آزاد پیشکسوتان کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی کرواسی با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 5 برنز به کارش در این مسابقات پایان داد. سپاس از همراهیتون. امروز جمعه 20 مهر ماه، 7 ربیع الثانی و 11 اکتبر است. به آگاهی می‌رسانم در تهران غروب آفتاب ساعت 17:34 از اون مغرب ساعت 17:52 و نیم شب شرعی ساعت 23:10 خواهد. خیلی ممنونم که با ما در این مجموعه خبری همراه بودید. روز شما بخیر. خدا نگهدار.